دوستان سلام، امیدوارم عالی باشین. خب طبق روال گذشته وقتی می‌خواستیم یه مبحث جدیدی رو دست بدیم حتما میگفتیم دفترتون رو باز کنین و مباحث رو توی دفترتون بنویسین. این قسمت هم من ازتون انتظار دارم که همین الان برین دفترتون رو بیارین و توی دفتر بنویسین. عنوان بزنین تقسیم عدد اعشاری به عدد طبیعی. خب قبل از اینکه من اینو بگم یک لحظه میخوام یه مرور کوچیک کنم از درس جلسه قبل، یعنی این تیکه که مربوط به جلسه قبل رو شما نمیخواد توی دفترتون بنویسین. میخوام ببینم 43 تقسیم بر 12 چی میشه. خب دو رقمیه. نگاه کنین، ما گفتیم وقتی که وقتی که مقسوم علیه ما دو رقمی باشه، یکی از روش‌هایی که میشه فهمید مثلا چند تا توشه، بیا یکان اینو نادیده بگیریم، یکان این هم نادیده بگیریم. الان میگیم توی 4 تا چند تا؟ یکی 4 تا. خب تست میکنم ببینم میشه. اگر من بیام 12 رو ضرب در 4ش کنم میشه 48 تا. 48 از 44 43 بیشتره، پس نمیشه. من من مجبورم من مجبورم بیام اینجا 3 بذارم، یه دونه کمتر. خب 3 تا 12 تا میشه 36 تا. اگر من کم کنم 4 میشه 7 تا دونه باقی میاره و این دیگه تقسیم همینجا تمامه. خب حالا بریم سراغ تقسیم اعشاری. نگاه کنین، یه عدد اعشاری به ما داده و از ما خواسته که من رنگ اینو عوضش کنم. از ما خواسته که تقسیم بر 3 کنیم. 43 ممیز 4 دهم تقسیم بر 3. خب نگاه کنین، اولین کاری که میکنم اینه که میام یه خطی پایین این ممیز میکشم که حواسم باشه اینجا ممیزه. به این میگیم خط ممیز. دیگه خیال میکنم که اصلا ممیزی وجود نداره، مثل تقسیم عادی تقسیم میکنم. خب یک رقم یک رقم جدا میکنم، 3 رو 4 رو جدا میکنم. توی 4 تا چند تا؟ 3 تاست. یکی یه 3 تا، 3 تا صفرهاشم میذارم، کم میکنم. این میشه 4، این میشه 3، این هم میشه 1. خب من گفتم اجازه دارم یک رقم یک رقم بیام جلو. حالا یه رقم پایین‌تر یعنی 13. توی 13 دیگه خیال میکنم جلوش هیچ عددی وجود نداره. توی 13 تا چند تا 3 تاست؟ 4 تا. 4 3 تا میشه 12 تا. 12 رو میذارم، این هم صفرش، کم میکنم. این میشه 4، این هم میشه 1، این هم میشه 0. خب الان من میخوام برم سراغ یه پله پایین‌تر، یعنی اینجا دهم. دارم از روی ممیز میپرم، دهم دیگه. چون که از روی ممیز میخوام بپرم، یه ممیز میذارم توی خارج قسمت، دیگه کاری با خط ممیز ندارم. عین قبل اینو دیگه نمیبینمش. توی 14 تا چند تا 3 تا؟ دوباره 4 تا. 4 3 تا میشه 12 تا. خب کم میکنم، این میشه 2، این هم میشه 0. این خط ممیز ما بود، یعنی باقی مانده ما میشه 2 دهم، اما جواب تقسیم اون میشه 14 و 4 دهم. توی 43 و 4 دهم، 14 و 4 دهم 3 تا وجود داره. 2 دهم هم باقی مانده میاره که کارش نمیتونیم بکنیم. خب حالا اگر که اینجوری بهمون بده، بگه که این سال حتما بنویسید دفترتون حاصل تقسیم های زیرا تا 2 رقم اعشار بیابید. وقتی که میگه دو رقم اعشار، نگاه تقسیم هایی که میگه دو رقم اعشار یا سه رقم اعشار، تعداد ارقام اعشار، یعنی جواب ما باید دو رقم اعشار داشته باشه. خب نگاه کن این تقسیم قبل من مثال بزنم. اینجا ما یک رقم اعشار داشتیم، جواب تقسیم اونم یک رقم اعشار داشت، درسته؟ خب حالا اگر ما بخوایم دو رقم اعشار داشته باشیم، باید حتما مقسوم ما دو رقم اعشار داشته باشه. اگر نداشت با صفر میسازیم. مثلا این دو رقم اعشار داره؟ بله داره. 12 صدم دو رقم اعشار. اولین کاری که میکنم خط ممیز رو میکشم، دیگه خیال میکنم ممیزی وجود نداره. الان یک رقم یک رقم جدا میکنم. تو 5 تا چند تا 5 تاست؟ یک. یه 5 تا، 5 تا، 0 0 0، کم میکنم میشه 0 6 1 2. خب دوباره یک رقم دیگه میرم جلوتر، یعنی این 6 رو من الان جدا باید بکنم قاعدتا. این 6 رو جدا میکنم. خب توی 6 تا چند تا 5 تاست؟ باز هم یکی. یه 5 تا، 5 تا، صفراش هم میذارم، کم میکنم. این میشه 2 1، این هم میشه 1. خب الان میخوام برم سراغ پله پایینتر. منتها زمانی که میخوام حرکت کنم برم سراغ پله پایینتر، از روی ممیز مجبورم بپرم، از روی خط ممیز رد میشم از اینجا. برای همین وقتی که میخوام از روی خط ممیز رد بشم، توی خارج قسمت یه ممیز میذارم، دیگه کاری با ممیز ندارم. توی 11 تا چند تا 5 تاست؟ 2 تا. 2 5 تا 10 تا. صفرش هم میذارم، کم میکنم میشه 2 1 0. اینم خط ممیز ما بود. خب
حالا میرم سراغ پله پایینترش. ما تا دهم جدا کردیم دیگه، درسته؟ الان نوبت صدمه. توی 12 تا چند تا 5 تاست؟ باز هم 2 تا. 2 5 تا 10 تا. کم میکنم، 2 صدم باقی میاره. اگر ما این تقسیم رو ادامه میدادیم به صفر میرسید، اما چون دو رقم اعشار از من خواسته، من دیگه ادامهش نمیدم. جواب تقسیم من دو رقم اعشار رو داره، میبینین 22 صدمه. خب پس پس 11 و 22 صدم میشه جواب تقسیممون. 2 صدم هم میشه باقی مانده تقسیممون. خب حالا این طرف تقسیم یکی 46 و 1 دهم تقسیم بر 6. خب من میخوام اینو تقسیم کنم. اینجا ما دو رقم اعشار نداریم، یک رقم اعشار داریم. من میام یه صفر میذارم که دو رقم اعشار ساخته بشه. خب الان دو رقم اعشار ساخته شد. اولین کاری که میکنم خط ممیز رو میکشم. خب تو 46 تا چند تا 6 تاست؟ 7 6 تا میشه 42 تا. صفراش هم میذارم، کم میکنم، میشه 0 1. این هم میشه 4 و 0. خب میرم سراغ یک پله پایینتر. ما اینجا تا 6 جدا کردیم دیگه، درسته؟ اگر بخوام بیام یه پله پایینتر، مجبورم از روی ممیز حرکت کنم، درسته؟ چون از روی ممیز حرکت میکنه یه ممیز میاد اینجا. تو 41 چند تا 6 تاست؟ میشه 6 تا. 6 تا 36 تا. صفرش هم میذارم، کم میکنم. خب این میشه 0. این میشه 6 از 11 میشه 5. این هم میشه 0. خب حالا میرم یه پله پایین ترش. توی 50 تا چند تا 6 تاست؟ 9 6 تا میشه 54 تا 8 تا. 6 8 تا میشه 48 تا. و ادامه اگر بدم اینجا میشه 2، اینجا میشه 0. 2 صدم باقی مانده تقسیمه. اگر تقسیم رو ادامه بدیم ممکنه به 0 هم برسه، اما ما دیگه ادامهش نمیدیم، چون که اینجا داره میگه دو رقم اعشار و ما دو رقم اعشار رو ساختیمش.